با فرمان سرگئی سبیانین شهرداری مسکو، ساکنان پایتخت روسیه تنها اجازه دارند که برای خرید از فروشگاه مواد غذایی و داروخانه نیاز به معالجه طبی فوری، سیر سگ و انداختن پرتاب‌ها به بیرون برآیند. به آنهایی که بنابر ضرورت باید به جای کار بروند نیز سند خاص داده می شود. روز یکشنبه مرکز مبارزه با بحران کرونا ویروس در روسیه اطلاع داد که در این کشور بیش از 1534 مورد گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است که 270 حالت آن در 24 ساعت اخیر می باشد. تاکنون در روسیه 9 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. بیشتری حالت‌های نوی گرفتاری 197 مورد در شهر مسکو ثبت شده است. سر از 28 مارس مقامات در مسکو همچنین مرکزهای سودا، قهوه‌خانه‌ها و پارک‌ها را به مدت یک هفته بستند. مقامات مسکو از ساکنان خواستند که در منزل‌هایشان بمانند. برای حرکت نقلیات جمعیتی نیز محدودیت‌ها جاری شده است. همزمان حکومت روسیه اعلام کرد که سر از 30 مارس به خاطر پیشگیری از گسترش این بیماری به طور موقتی همه مرزهای خود را می‌بندد. این محدودیت‌ها شامل دیپلمات‌های روسیه بر رانندگان ماشین‌های باربر نمی‌شود. در منطقه سوچی روسیه برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس آسایشگاه معروف لیژرانی با نام کراسنای پالیانا و در مهمانسراها بسته شد. این خانم میگوید از مسکو و مردم نقاب‌پوش آن شهر گریخت تا در سوچی راحت کند. در مسکو همه دلگیر کننده است. همه نقاب پوشیدند. در اینجا کسی را با نقاب نمی بینید. عجیب است. دیروز چیزی روی داد و ما را نیمه شب از مهمانسرا بیرون کردند. پوتین کدام فرمان صادر کرده است. اینجا فضا خوب است و کسی خوف ندارد. مهاجر کاری تاجیک از بلاگویشنسکی روسیه نوار فرستاده میگوید که در آن گوشه دوردست روسیه نیز هفته روان کرانتین است. ما تا روز 5 مارس تا روز 5 اپریل کرانتین داریم و قریب همه مغازه‌ها، همه طرفخانه‌ها در ولایت امور محکم است. در روسیه بنابر گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی می‌کنند. بنابر حساب سازمان‌های بین المللی مالی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب پول انتقالی مهاجران است. سال 2019 مهاجران از روسیه به تاجیکستان نزدیک 2 میلیارد و 600 میلیون دلار فرستادند که به 33% مجموع محصولات داخلی برابر است.